کلاس عزیز دلم، رفتی کلاس گیتار ثبت نام کردی، جلسه اول بهت گفت برو اینو بزن بیا، حتی کرایه پولی هم که دادی تا اون کلاس رفتی رو یقشو بگیر بگو بده. شما اگه اینو بزنی دوباره بری جلسه بعد میگی حالا برعکس بزن دوباره بیا. اینا استادای گیتار کار نکردن تو زندگیشون بچه ها، اینا تو زندگیشون کار نکردن، امیدشون به همینه. یه نفر رو که پیدا کنن دیگه ولش نمیکنن. برو اینو بزن بیا. خب اینو زدم اومدم دیگه چه کار کنم؟ حالا برعکس بزن بیا. خب تا کی این کارو کنم؟